دوستا سلام. اینم واسه بچه‌ای که میگفتن که تو وین آیا ماهی دودی هست یا نه. این ماهی دودیه. بازش کردم البته قبلا روی خود رشت انزلی بوده. اینم شکلشه. خیلی باحال و نرم هم هست، اصلا سفت نیست. مثلا گوشتشو ببین، مثلا یه گوشت ماهی مثل عالیه. حالا اینو میخوام چیکار کنم؟ میخوام بازش کنم. سبزی خود شکمپر مال شما رو بریزم تو شکمش. سبزی توش یه سری سبزی معطر داره، بعد سبزی مخصوص شمال گردو داره، دونه انار داره، و این که خیلی سبزی شده. میذارم تو الان میخوام بذارمش تو فر ببینم چطور میشه. قبلا خوردم تو فر، خوشمزه میشه. ولی تو شکمش نریخته بودم سبزی رو، سبزی رو کنارش تف داده بودم. اینم سبزی، ببین چقدر خوشگل، اصلا قیافه‌شو نگاه کن چه برقی میزنن، اصلا باید حرف میزنیم لعنتی. میزنمش اینجا، یکم هم از این سبزی ها میگیرم کنارش، قشنگ سبزی مشتی بشه. روغن زیتون ایتالیایی حتما باید ایتالیایی باشه، ولی جای دیگه جواب نمیده. بعد یکم فلفل مال هنده، حتما هم باید هندی باشه. نمک هم مال درجه بومی هست، غیر درجه بومی هم جواب نیست. این هم هست. حالا می‌ذاریم تو فر. بعدش هم از فر در آوردن خوب می‌گیرم دیگه چطور شد. این هم از فر. اینه که سبزش برای در آوردن. تو فر ترکیده انگار، یعنی باز شده، ولی نوشته بود که این ماهی خارخاری از اقیانوس اطلس گرفته شده نزدیک ایسلند، نوشته بود توی چیزش. و حالا میخوریمش ببینیم چطوره. فعلا بالا خوبه چیزی شد عالیه، گوشت فوق‌العاده است.